یلدا یک شبی در نزد ایرانیان باستان بود که این شب رو شب تولد خورشید میفهمیدن و شب پیروزی خدای نور بر خدای ظلمت میفهمیدن و میگفتن ما امشب رو تا صبح که شب طولانی بزرگترین شب سال در نیمکره شمالی، ما این شب رو تا صبح بیدار میمونیم که خورشید احساس تنهایی و غربت نکنه. پا به پای خورشید میشیم تا اون طلوع کنه، طلوع که میکردن میخوابیدن. و این شب رو ایرانیان باستان اون زمان با تنقلاتی و با میوه‌هایی و با یک سری جشن‌های و مراسم شب آیینی میگذروندن. من تشبه بقوم فهو منهم، کسی که آیین هر قومی رو زنده میکنه، مراسم در حقیقت آیینی هر قومی رو زنده میکنه، حشر و نشرش با همون است. ما که نمیخوام خدای نگرده حشر و نشر ما با کسانی باشه که قائل به تولد خورشیدن و قائل به دو تا خدا هن. خدای نور و خدای ظلمت. میخوایم با اینا حشر بشیم؟ شادی بکنید، اشکال نداره. بعد از انجام یک عبادت حالا برای خودت شادی بکن. این شادی چه معنایی داره؟ شب بلند ساله. خب شب بلند ساله، منم غافلم، جشن داره؟ شب بلند ساله، منم نماز صبح میخواد قضا بشه، جشن داره؟ شب بلند ساله و تو شب بلند سال الله از من ناراضه، جشن داره؟ شب بلند ساله، تو این شب بلند سال یک دست مسلمان‌ها یه جا میلرزن، یک دست مسلمان‌ها یه جا توپ و تانک میخورن و من تو این شب بلند سال دارم چیکار میکنم؟ این شبا باید دلا بسوزه، فریادها بلند بشه، استغفارها بلند بشه، توبه ها بلند بشه و ما با سجده های طولانی خودمون این آثار خشم و ناراضگی خدا رو تبدیل به رحمت کنیم.